خبری حبس سراسری ماشین‌های دزدی به زودی در تمام بازارهای ماشین فروشی قرقیزستان پهن شد. صاحبان فروشگاه‌ها از صحبت در این باره خودداری می‌کنند، ولی می‌گویند بعضاً ماشین‌های دزدی در بازار دست دوم پیدا می‌شود. در فروشگاه‌های ماشین‌های به اصطلاح ناپاک را به طور غریزوی معین می‌کنند، اما بدون تجهیزات معلوم کردن آن که رقم‌ها عوض کرده شده‌اند تقریباً ناممکن است. خلاصه 100% را تنها متخصصان تشخیصگاه بر عوض پول پیشنهاد می‌کنند. وقتی ماشین مورد شبهه است ما به تشخیص دادگاهی مراجعت میکنیم. در خدمات جمهوریوی به قیدگیری هم رقم‌های ماشین را تنها با چشم مقایسه می‌کنند. رعایت این ترتیبات قبل از به رسمیت درآوردن ماشین‌ها حتمی است. تا امروز ماشین‌های دزدی را در این خدمات خیلی کم مشخص کردند. از بین 100 ماشین تنها رقم مشخصات یک تایش موافق نآمد. شخصا من در نیم سال تنها 2 ماشین را معلوم کردم. مقامات انتظامی میگویند خودروهای دزدی را منصبداران فاسد رسمی میکنند. برای مثال 45 ماشین دزدی صاحب سند رسمی شدند. مقامات تفتیشاتی دست داشتن منصبداران بلندپایه را در آبولای نمودن ماشین‌های دزدی بعید نمی‌دانند. این سری تفتیشات است و برای نترساندن افراد والا مقامی که در این داد و گریفت شریکند در این باره نمی شود صحبت کرد. فعلا 19 نفر معلوم کرده شده است که یک گروه می باشند. شاید در بین آنها نفران منصبدار نیز هستند. بجز از 19 نفری که به جوابگری جنایتی کشیده شدند، 3 کس دیگر در پیگرد قرار دارند. به خاطر خلل وارد نکردن به کار تفتیشاتی، جزئیات انتقال ماشین‌های دزدی آشکار نمی شود. اما طور معلوم شد رقم‌ها، بردان و محرک ماشین‌ها را در قرقیزستان عوض کردند. بعداً در سخیم کارمندان خدمات به قیدگیری جلب شدند. کارمندان مسئول دیده و دانسته که رقم‌های مشخصاتی، بردان و محرک ماشین‌ها عوض کرده شدند، آنها را به رسمیت درآوردند. خدمات دولتی به قیدگیری رسما قضیه را شرح نمی‌دهد، اما میگوید به رفت تفتیشات کمک می‌رساند.